سلام، دبیر آنا هستم و با یه مسئله دیگه اومدم به خونه هاتون. امروز میخوام در مورد نسبت ها براتون صحبت کنم. 3 تا مسئله براتون دارم که یکی از یکی شیرین تر و راحت تر. نسبت سن پدرام به پدرش 2:4 است. اگر پدرش 60 سال داشته باشد سن پدرام چقدره؟ اینجا جدول تناسب 2 قسمتی داریم چون 2 تا فاکتور بیشتر نداریم. نسبت ها و سن. سن پدرام به پدرش چقدر؟ 2:4. این رو تو جدول می نویسیم. 2:4. اگر پدرش 60 سال داشته باشه جلوی پدر می نویسیم 60. خب حالا سن پدرام رو حساب می کنیم. 4 چی شده 60 ضرب در 15. بنابراین 2 رو هم ضرب در 15 می کنیم تا سن پدرام به دست بیاد. 2 تا 15 تا میشه 30 تا. پس پدرام ما 30 سالشه. به همین راحتی. بریم سراغ مسئله بعدی. اختلاف سن مجید و برادرش 12 ساله. اگر نسبت سن مجید به برادرش 3:5 باشه، سن هر کدام چقدره؟ باز هم جدول تناسب 3 قسمتی داریم این سری. چرا؟ چون یه موضوع دیگه به اسم اختلاف علاوه بر نسبت ها اضافه شده. پس مجید، برادرش و اختلاف رو می نویسیم تا راحت تر بتونیم حلش کنیم. چی داریم؟ نسبت مجید به برادرش چقدره؟ گفته 3:5. جلوی اختلاف میگیم چند ساله؟ اونجا چون به ما گفته 12 سال، پس توی قسمت سن می نویسیم. خب حالا اختلاف نسبت ها رو به دست میاریم. 5 منهای 3 میشه چقدر؟ 2. میگیم 2 چی شد 12 ضرب در 6 شد. اوکی. پس اینو ضرب در 6 میکنیم و بقیه قسمت ها هم همگی ضرب در 6 میشن. 5 6 تا 30 تا 3 6 تا 18 تا. مشخص شد که مجید 18 سالشه، برادرش 30 سالشه. این مثلا به همین راحتی حل شد. بریم سراغ مسئله بعدی. نسبت قد نیلا به مادرش 2:3 است. اگر قد نیلا 120 سانتی متر باشه، قد مادرش چقدره؟ اینجا تناسب ما 2 قسمتیه چون نسبت قد رو داریم و سانتی متر رو. نسبت یه قسمت و قد رو تو قسمت بعدی می نویسیم. نیلا، مادرش. نسبتشون چقدره؟ 2:3 هستش. 2 جلوی نیلا و 3 مادرشه. خب قد کیو به ما داده؟ قد نیلا رو. جلوی اسم نیلا تو قسمت قد می نویسیم 120. حالا مشخصه دیگه. 2 چی شده 120؟ ضرب در آفرین 60. بنابراین 3 هم ضرب در 60 میشه. 3 60 180 تا. مادر نیلا یه خانم خیلی قد بلنده، 180 سانتی متره. تناسب به همین راحتی قابل حله. یادتون نره کانال رو سابسکرایب کنین و اگر سوالی داری حتما تو کامنت ها بپرسین.